همه اهل علم معارف ولایتش رو تشکر میکنم و امروز ما افتخارمند از اون هستیم که در جشن بسیار مبارک استاد دانشمند صاحب نام ادبیاتشناس ورزیده و به تعبیر ما واقعا آینه افتخاری سمرقند استاد صدر سعدی حضور داریم. من یک معروضه خیلی مختصر در زمینه روش‌های یا روندهای تحقیق ادبیات فارسی تاجیکی ماورانهر در مورد استاد انجام دادم. اینجا البته نکته‌های خیلی زیاد است، استادان هم به برخی از این مطالب اشارت کردم و از همه مهمش که در این پژوهش 6 تمایل بسیار مهمی که استاد با انجام تحقیقات خود به ظهور رساندند و من گمان میکنم که این تمایل‌ها امکان دارد که در آینده و در هر یکی از آنها دانشمندان ما مخصوصا به ویژه دانشمندان جوان و اون شاگردانی که استاد که در این دانشگاه فعالیت میکنند ادامه دهند. پیش از همه اینجا همه در مورد سرچشمه‌های شناخت ادبیات تاجیکی ماورانهر صحبت رفت و استاد اگرچه پژوهش خود را در مورد سوزنی سمرقندی شروع کردند، لیکن یکی از اثرهای ارزشمند آنها نشان در مورد تذکره ملیحه‌های سمرقندی بود و اگرچه خودشون هم اشاره میکنند که استاد اکادمیک عبدالغنی مرزوف بار اول درباره این تذکره سخن کردند، ایشان این پژوهش را دوام دادند و مخصوصا در حالی که در آن روزگاری که باید برای مطالعه کامل این سرچشمه‌ها رجوع به نسخه‌های خطی بسیار مهم بود و استاد هم از این نسخه‌ها استفاده کردند و همین گونه یعنی یک بخش بسیار مهم تحقیقاتشون مسئله‌های شناخت سرچشمه‌های ادبیات تاجیکی ماورانهر بود و این یک بخش بسیار مهم بود و بزرگی و نجابت استاد همین که با آنکه این سرچشمه‌ها این منابع تحقیق کردن خودشان و عنوان نمونه بعد از استاد صدرالدین عینی با روش استاد صدرالدین عینی کوشش بسیار سودمندی نگارش تذکره شاعران سمرقند را کردند که این نمونه شما سخنوران سمرقند است و یک روش بسیار مطلوب و کاری که در استاد هست من مشاهده کردم این است که ایشان هر کاری را که ادامه دادن یعنی هر پژوهشی که شروع شد ادامه دادن حتما در اون تکمیل و تجدید بود و مسئله تاریخ دوم مسئله نگارش تاریخ ادبیات است. ما در قلمرو زبان فارسی در قلمروهای دیگر ما کتاب‌های زیادی از تاریخ ادبیات داریم. به ویژه دوستان همزبان ما در ایران اکثر تاریخ‌های ادبیات که نوشتن متأسفانه یعنی یک اندازه یک جانبه بود، بیشتر تکیه کردن با حوزه‌های ایران غربی و ایران شرقی. خوشبختانه استاد صدر صدیق که در تاجیکستان همین روش نگارش تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی ماورانهر شروع کردن و همیشه یعنی مبنای اساسی نگارششان ادبیات تاجیکی ماورانهر بود و این در تاریخنامه است. البته اینجا من نکته رو آوردم و خودشان در برابر چون که گفتم در برابر اون که هم تحقیق کردن هم پژوهش کردن با عنوان نمونه این سرچشمه بسیار نادری آموزش ادبیات فارسی تاجیکی ماورانهر به وجود آورد که از جانب دانشمندان ایران هم اعتراف شد و حتی به خط فارسی و چاپ رسید. و البته در مورد ادبیات شهره‌های یک بخش بسیار مهم شهره‌های بسیار ماندگاری ادبیات این حوزه است از شروع از مثلا ادبیات دره حوزه دره غزنی حوزه داوود و در همین پژوهش در نقطه بسیار مهم است که هرچند دانشمندان در مورد سیر تکامل غزل و ظهور موضوع‌های بسیار نادر مثل موضوع‌های اجتماعی ولی نظر هستند که بیشتر یعنی تمایل‌های نوگرایی با شیوه ورود موضوعهای مختلف در ادبیات ما در غزل ما در قرن‌های 12 و 13 شروع شد، اما استاد با تحقیق بسیار نادر در مورد سید حسن غزنوی و با دلایل ثابت کردند که این موضوع این تازه‌کاری‌های غزل هنوز بر وقت شروع شد و این در تحقیقشان هست. و البته وقتی که در مورد ادبیات تصوفی سمر که ما بسیار توجهشون به مسئله نقشبندی بسیار مهم است به خاطر که جریان محوری این تصوفی اصول مرکزی این نقشبندی است که در این زمینه بسیار مهم انجام دادن و از همه مهم از جریان ادبی در هرگز استاد بیرون نموندن و بسیار نقدهای جالب نوشتن. از سال 2006 اصول اتفاق نویسندگان هستند و همین مسئولیت احساس کردن بسیار مقاله‌های سودمند در مورد ادبیات تاجیکی ازبکستان نوشته فراوان دارن که در کتاب دوچین مقالات هست
من البته سخن رو به درازا نمیکشم، فقط در پایان یک چیز میخوام تاکید کنم که امروز با چند نکته نیاز دارد. این همایش من فکر میکنم که باید برای انجام چند تدبیر بسیار مهم کمک کند. من بسیار میخوام از دانشمندان جوان دانشگاه دولتی سمرقند که امروز شایستگی آن دارد که باید در زمینه کارنامه‌های بزرگ علمی استاد یک تحقیقات جدی از سوی شاگردان انجام شود. و دوم بسیار من میخوام که ما همکاری کنیم برای نشر کلیات آثار استاد که هم برای ادبیات شناسی تاجیک و هم برای ادبیات شناسی ازبک و هم برای ادبیات شناسی جهان بسیار مهم است. امیدوار هستم که در این کار ما و نتیجه های خوب هم برسیم. من البته در این یک سخنرانی خیلی طولانی است و